سلام به کانال من، مریم امیری، خوش اومدین. یکی از چیزهایی که همیشه توی آشپزی مورد نیازه و درست کردنش یه ذره ممکنه برامون سخت باشه، درست کردن پیازداغه. پیازداغ خب یه چیزیه که توی همه غذاها، مخصوصا غذاهای ایرانی مورد نیازه. البته تو غذاهای ملل هم ما پیاز استفاده میکنیم، ولی نوع سرخ کردن و تفت دادن و سبک شدنش متفاوته. ولی تو آشپزی اصیل ایرانی و سنتی باید پیازا قشنگ برشته و کاراملی و خوش رنگ بشن. امروز تو این ویدیو میخوام همه نکات مربوط به یک پیازداغ خیلی خوب رو بهتون آموزش بدم. اول از همه این که شما وقتی که پیازداغ رو میخواین آماده بکنید، حتما باید از پیاز سفید یا پیاز زرد استفاده کنید و هرگز به هیچ عنوان پیاز قرمز اصلا مناسب نیست برای درست کردن پیازداغ. پیاز قرمز معمولا توی پخت نون‌ها استفاده میشه، توی سالادها، برای خام خوردن و یا برای انواع دیپ‌ها از پیاز قرمز استفاده میشه. پس پیاز قرمز رو میذاریم کنار. ما برای پیازداغ پیاز سفید یا پیاز زرد احتیاج داریم. ما امروز میخوایم یه پیازداغ قشنگ خلالی پفکی و خوش رنگ درست کنیم. برای اینکه پیاز هامون کاملا پفکی بشن، خب چند تا راه وجود داره. اول از همه این که باید پیازها فوق العاده ظریف و باریک برش بخوره. یعنی هرچه پیازها نازکتر و باریکتر به این صورت برش بخورن، این پیازداغمون بهتر میشه و احتمال خمیر شدن و پفکی نشدنش کمتر میشه. پس پیازها رو به این صورت ما کاملا خلالی میکنیم و روغن رو هم میذاریم داغ بشه. گفتم که چند تا روش وجود داره. چی ان اون روش ها؟ ببینید، وقتی ما پیاز رو داخل روغن قرار میدیم که سرخ بشه، چون پیاز مقدار زیادی آب داره، آبش باعث میشه روغن سرد بشه و اون حالت پفکی شدن کم میشه و یا از بین میره. پس ما باید حتما هم از روغن داغ استفاده بکنیم و هم بتونیم آب پیاز رو به موقع داخل روغن تبخیر کنیم. از اونجایی که مجبور میشیم حرارت رو خیلی بالا ببریم تا آب پیاز تبخیر بشه و این خودش برای سلامتیمون خوب نیست، پس ما میایم چیکار میکنیم؟ یه راه به شما پیشنهاد میدیم و اون راه اینه که شما پیاز رو بعد از اینکه خلالی کردید روی یه پارچه تمیز پهن بکنید، یک پارچه تمیز دیگه هم روش بندازید که آلودگی های محیطی جذبش نشه و بذارین چند دقیقه بمونه. گاهی هم با دستتون روی پارچه رو یک کم فشار بدید تا یه مقدار اون رطوبت زیاد پیاز گرفته بشه و کم بشه. وقتی این کار رو بکنید، پیاز رو که میریزید داخل روغن، چون مقدار آبش خیلی کمه، با همون گرمای روغن فوراً پیاز شروع میکنه تو همون لحظه اول به پفکی شدن. من حالا چون الان روغنم داغ شده، یه مقدار پیاز رو بریزم داخل روغن و ادامه صحبت ها رو بعد از اینکه پیاز رو ریختم و داره سرخ میشه براتون بگم. پیاز رو ریختیم داخل روغن. من سعی میکنم مقدار پیاز رو هر دفعه کم بریزم تا یه پیازداغ خیلی بهتر و خوبی داشته باشم. با یه چنگال یه کمی مخلوطش میکنم، حرارت بالا باشه و همینطور آروم آروم این پیاز باید بمونه تا طلایی بشه. خب بریم ادامه صحبت ها رو بهتون بگم. یه روش دیگه برای گرفتن رطوبت پیاز اینه که شما بعد از اینکه پیاز رو خلالی کردید، یه ظرف آب رو بذارید جوش بیاد و این پیازها رو برای حدود 3 دقیقه داخل آب بریزید و بجوشونید. بعد داخل صافی میریزید و میذارین قشنگ آبش بره، بعد سرخ میکنید. اینطوری هم پیازتون خیلی برشته و پفکی میشه. اما با این روش دوم وقتی که درست کنید، چون پیاز رو قبلا توی آب جوشوندیم و آبش رو خالی کردیم، یه بخش زیادی از اون طعم و مزه خوب پیاز رو در حقیقت ما از بین بردیم. بنابراین از این روش دوم فقط برای مواقعی استفاده میکنیم که میخوایم پیازداغ خلالی پفکی رو برای تزیین غذاهای ایرانیمون استفاده کنیم.
یکی از محاسن داشتن پیازداغ آماده توی خونه اینه که وقتی پیازداغ آماده باشه ما غذاهامون رو میتونیم با روغن خیلی کمتری درست بکنیم. ولی وقتی پیازداغ آماده نداریم، برای اینکه پیاز بخواد خوب سرخ بشه مجبوریم روغن بیشتری بریزیم و اون روغن رو یا باید خالی کنیم و دور بریزیم و یا اینکه ادامه آشپزی و پخت غذامون با همون روغن انجام میشه. اما وقتی که پیازداغ آماده داشته باشیم یک کمی از پیازداغ رو میریزیم و روغن رو میتونیم در حد چند قطره بریزیم، حالا برای تفت دادن گوشت یا بقیه موادی که برای اون غذا نیاز داریم. سرخ شدن پیاز نسبتاً زمان زیادی احتیاج داره. من الان پیاز رو با این صافی درش آوردم و اگر مقدارش زیاد بود شما میتونید یه دونه در حقیقت سبد یا یه دونه آبکش استیل بذارید و کل روغن رو خالی کنید داخل این آبکش تا اینکه کامل دیگه هیچ چیزی باقی نمونه داخلش. ولی الان چون روغنش تمیزه و با همون توری خوب در اومد دیگه نیازی به خالی کردن روغن نیست. من یه مقدار دیگه باز پیاز میریزم و سرخ کردن پیازها رو ادامه میدم. اگر از ظرف بزرگتری استفاده کنید برای پیازها خیلی راحت ترید. حالا گرچه که روغن بیشتری استفاده میشه ولی در کل راحت تر هستید برای سرخ کردنش. خب این مرحله هم سرخ بشه. نکته های بعدی که میخوام بهتون بگم در مورد در حقیقت خنک کردن و نگهداری پیازهای سرخ شدهمون است. ببینید الان این پیاز سرخ شده. من به مقدار خیلی کم کم ریختم پیازها رو تا انباشته روی هم نشن. وقتی که داخل سبد یا صافی میریزید که روغنش بره، باید یه مقدار که روغنش رفت، اگر حجم پیازتون زیاد هست باید این رو خالی کنین روی یک کاغذ روغنی یا روی یه پارچه که پیازها کاملا خشک بشن و اون حالت روغنیشون کامل از بین بره. خب من اینا رو میریزم روی کاغذ و کاملا میذارم هوا بخوره. اصلاً و به هیچ وجه نباید پیازها روی هم انباشته باشن. شما اگر پفکی ترین و خشک ترین پیاز رو هم درست کرده باشید ولی بعد از سرخ کردن اگر پیازها انباشته بشن رو هم دوباره نرم میشن و به هم دیگه میچسبن. پس بعد از اینکه روغن پیازتون رفت یا روی کاغذ روغنی میندازین یا روی یه پارچه تمیز و یا اینکه اگر کاغذ روغنی نداشتین یا پارچه براتون سخت بود میتونین چند تا سبد داشته باشید. هر بار که پیازتون سرخ میشه هر دفعه تو یکی از سبدها بریزید. هرگز نباید پیاز سرخ شده رو بریزید روی پیاز قبلی که این باز خودش میتونه پیازداغ شما رو خراب بکنه. اگر دوست داشته باشین توی اواخر سرخ کردن پیازتون تو آخرین لحظه میتونید یک کمی زردچوبه هم بهش اضافه بکنید که اون رنگ زردی و طلاییش بیشتر بشه که این البته یه چیز دلخواهه. بعضیا زردچوبه اضافه میکنن، بعضیا توی آخرین لحظه یک کمی پودر لبوی خشک شده اضافه میکنن که باعث میشه پیازداغا رنگ قرمزی به خودشون میگیرن. در صورت امروز من سعی کردم که نکته های مهم درست کردن یه پیازداغ خوب رو بهتون بگم. همیشه این پیازداغ رو آماده توی یخچالتون داشته باشید. با اینکه نجوشوندم پیازو و سعی کردم که ارزش غذاییش رو حفظ بکنم ولی یه پیازداغ کاملا برشته داریم که برای هم تزیین مناسبه هم برای داخل خورشت‌ها و غذاهامون. امیدوارم از این آموزش استفاده کرده باشید و میدونم که این خیلی به کارتون میاد. مرسی که ویدیو منو تا آخر دیدید. اگر فکر میکنید این ویدیو براتون مفید بوده پس برای دوستاتونم بفرستید تا اونها هم بتونن ازش استفاده کنن.